بخوایم پمپ سیرکوله پکیج رو امتحان بکنیم، ابتدا باید از جای پکیج بازش بکنیم و بیرون کشیده توجه کنیم بهش که با یه سیم یدکی مستقیما به برق وصل کنیم، چون گفته بودیم که این پمپ 220 ولته و با برق شهری هم کار میکنه، هیچ مشکلی نداره. الان من این پمپ رو باز کردم و میخوام امتحان بکنم. در کلید رو در آخرین درجه قرار میدیم برای امتحان کردن اینکه آیا پمپ به درستی کار میکنه یا نه. یه بار کف دستمون رو روی پروانه روتور قرار میدیم. اگر به راحتی پروانه ایستاد، این یعنی پمپ ما نیمسوز شده و خازنش از کار افتاده، بایستی این خازن تعویض کرده. و